عجب زمانی شده است که شرمنده کردن و ریزاندن آبروی دیگران به مثل نوشیدن آب آسان شده است. حال آن که ریزاندن آبروی یک مسلمان گناه کبیره بوده خیلی گناه خطرناک است. در احادیث نبوی آن را در برابر خون مسلمان قرار داده شده است که اگر آبروی کسی را ریزاندی گویا خونش را ریزانده ای و مرتکب گناه ریزاندن خون مسلمان را به دوش میگیری. ولی متاسفانه بعضی نفرانی هستند که به خاطر لایک و پرسماتر آبروی کسی را میریزند. من بلاگرهای تاجیک را در نظر دارم، خصوصا آن بلاگرهایی که نو کانال میکشایند و به خاطر زیاد شدن آبونچی ها بر ضد یگان بلاگری مشهور نوارهای جوابی ثبت میکنند و همین طور جنگ بلاگرها با ریزاندن آبروی یکدیگر آغاز می شود. شرمنده کردن و ریزاندن آبرو برایشان کسب و هنر شده است که از این راه پول به دست می آورند. قسم به خدا که این پولی که از این راه به دست می آورند حرام و ناجایز است. آنها با این کارشان باز هزاران نفر دیگر را به این گناه هلاک‌آور شریک می سازند که آن را در کامنتاری ها دیده می شود. کسانی که با آبروی مردم سر و کار دارند، یعنی در پی شرمنده کردن و به آبروی کردن دیگران هستند، خوب گوش اندازند. اگر این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان ارزش داشته باشد، از این گناه هلاک‌آور توبه می کنند. از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: وقتی مرا به معراج بردند، از کنار مردمی گذشتم که ناخن‌های از میس داشتند که با آن سر و روی و سینه خود را می خراشیدند. از جبرائیل علیه السلام پرسیدم که اینها کیستند و چگونه مردم هستند؟ فرمود: اینها کسانی هستند که در دنیا گوشت مردم می خوردند، یعنی غیبت مردم می کردند و به آبرو و ناموس دیگران چنگ می زدند، یعنی به دنبال عیبهای مردم و به آبروی کردن آنها بودند. روایت ابو داود. برادران و خواهران عزیز، این است حال کسانی که به آبروی مردم چنگ می زنند. پس عاقبت این کار ناروای خود را خوب اندیشه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.